زن مسلمانی وقتی از جایگاه و منزلت خودش از دیدگاه اسلام گپ میزنه، یکی از افتخارات زن را باید وجود حکم حجاب در اسلام بیان بکنه. متوجه منظورم هستین؟ دوباره تکرار میکنم. وقتی یک انسانی چی به عنوان یک زن چی به عنوان یک مرد در مورد منزلت زن در اسلام گپ میزنه، بگه یکی از افتخاراتی که اسلام بر زنها بخشیده وجود حکم است به نام حجاب. چرا؟ به خاطر حفظ شخصیت زنها. و حفظ شخصیت زن از هر چیز دیگه که برای او زنی که زن باشه مهمتر است، و به اون مردی که مردم بوده باشه حفظ شخصیتش به مراتب مهمتر است. بیشتر مثالش گفتم. دقت کردین؟ پس این نقطه قوت است، برخلاف آنچه که اسلام ستیزها تصور دارن. همیشه سر اون نقطه‌ای که اینا اعتراض میکنن دقیقاً اون نقطه قوت است، مگر ای که یک انسانی از لحاظ روحی و روانی و فکری و فلسفی به او درجه انحطاط کرده باشه که این ضرورت انسانی را درک نکنه. وقتی یک زنی بگه بر من فرق نمیکنه که من در جامعه میرم، هیچ فرق نمیکنه که مردم سرم چی قضاوت میکنن، من لباس مناسب نمیپوشم، هر رقمی که دلم شد میگردم. اینی استدلال که گاه وقتا استدلال کرده میشه و یک عده از جوانا هم نمیتونه با داشتن یک زیربنای قدرتمند در مقابلش پاسخ بده، تصور میکنه که این نیکو و پسندیده است، در حالی که اصلی اینمی استدلال یعنی نادیده گرفتن جایگاه انسانی یک زن. و چی کسی ظالمتر از او انسان است که جایگاه انسانی زن را نادیده. وقتی یک زن مرتبت انسانی خودش را نادیده میگیره و به مرتبت انسانی خودش بیباک میشه، این اوج انحطاط فکریش نشان میده. و وقتی یک نفر خودش در مرتبتی از انحطاط فکری سقوط بکنه که به خاطر مجادله در مقابل یک نفری او را نادیده بگیره، این نشانی خودش نشانی شکستش است. دقت کنین، اینو به خاطر میگم که گاهی وقتی در مورد حجاب بحث میشه، این تفاوت ها را وقتی کسی درک کرده نمیتونه، آخرین حربش اونم گپیست که در اول گفتم، میایم مسائل را مطرح میکنه که باطل بودن او گپ به نسبت باطل بودن این گپی که در موردش استدلال میکنه به مراتب قدرتمندتر است. مثل یک نفری که وقتی برش حکمت های تفاوت در احکام را بگی که تفاوت در خلقت است، آخرین اعتراضش که خب نباید تفاوت در خلقت باشه.